اردوی اسلامی ملی افغانستان به عنوان یکی از ارگان‌های کلیدی کشور نقش مهمی در کمک رسانی به اهالی ملکی در شرایط اضطراری، آفات قدرتی و طبیعی و بحران‌های غیر طبیعی ایفا می‌کند. در سال 1445 هجری قمری وزارت دفاع ملی با انجام اقدامات زیر توانسته است به اهالی ملکی در مناطق مختلف کشور کمک‌های حیاتی ارائه دهد. کمک و مساعدت حدود 50 میلیون افغانی برای متضررین حادثه زلزله در ولایت هرات و لغزش کوه در ولسوالی یاوان بدخشان. اعمار مجدد، جغلاندازی و هموارکاری 327.978 کیلومتر سرک در مناطق مختلف کشور برای استفاده اهالی ملکی. اعمار مجدد و پاککاری 177.589 کیلومتر سرک که به دلیل سیلاب‌ها و ریزش برف و باران تخریب شده بود. بازگشایی مجدد و پاککاری 459 کیلومتر سرک که در اثر ریزش برف‌ها مسدود گردیده بود. کندنکاری، هموارکاری و لیولکاری مساحتی به اندازه 553,913 متر مربع در مفرزه های مختلف کشور. فرش و بهره برداری 5 باب پل استحکامی در نقاط مختلف کشور و همچنان 7 حلقه حوض آب با ابعاد 387 متر طول، 30 متر عرض و 6 متر عمق کندنکاری و تکمیل گردیده است. در بخش عقیدتی و فرهنگی وزارت دفاع ملی با هدف تقویت ارزش‌های اسلامی و ملی در میان منسوبین این وزارت برنامه‌های متنوعی را در زمینه تعلیمات دینی و فرهنگی پیش برده است. این برنامه‌ها به منظور ارتقای آگاهی دینی، افزایش انگیزه‌های ملی و اسلامی و تقویت روحیه دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور برگزار شده‌اند. راه‌اندازی دروس اصلاحی و تعلیمات دینی برای تمام منسوبین قرارگاه وزارت دفاع ملی و استردرستی در مقر این وزارت. برگزاری دروس عقیدتی و فرهنگی با توجه به رتبه‌های مختلف منصبداران، بریدملان، سربازان به صورت منظم و به مدت 2 روز در هفته در تمام قطعات و جستم‌های اردوی اسلامی ملی به منظور تقویت انگیزه‌های دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال، نوامیس ملی و ارزش‌های ملی و اسلامی کشور. نظارت و ارزیابی مسئولین امر بالمعروف و نهی عن المنکر این وزارت از پرسنل معاونیت‌ها، ریاست‌ها، قرارگاه وزارت دفاع ملی و استردرستیز در مورد سیرت و صورت منسوبین. څرنګه چې د فتح څخه وروسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې امنیت تأمین او لویو جګړیزو خوځښتونو ته اړتیا نشته، له همدې امله د ملکي تلفاتو ګراف د هیواد په کچه 0 ته رسیدلی ده. الحمدلله. د افغانستان ملي اسلامي اردو منسوبینو ته په هرو 15 ورځو کې یو ځل د انضباط او نظم څخه سرغړونکو ته د اسلامي شریعت د احکامو تشریح او توضیح ورکول کیږي.